تأثیر اینترنت بر مغز. آیا اینترنت مغز ما رو تغییر میده یا نه؟ سلام دوستان، امروز میخوایم این موضوع بسیار مهمی رو براتون توضیح بدم: تأثیر اینترنت بر مغز انسان. آیا تا به حال فکر کردین که اینترنت چگونه رو مغز ما اثر میذاره؟ ببین، ما روزها ساعتهای زیادی رو آنلاین میگذرونیم، از جستجو در گوگل گرفته تا چک کردن شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام. تو این ویدیو من قصد دارم درباره 2 مقاله علمی صحبت کنم که تأثیرات استفاده مفرط از اینترنت بر مغز و حتی احتمال به وجود آمدن یک نوع جدید از اعتیاد به اینترنت رو بررسی کردن. در بخش اول اینترنت و تغییر در ساختار مغز رو توضیح میدم خدمتتون. ابتدا بذارین به تأثیرات کلی اینترنت و مغز بپردازیم. در تحقیقی که مقاله با عنوان The Online Brain How the Internet May be Changing Our Cognition منتشر شده که دانشمندان بررسی کردن که چگونه اینترنت میتونه توانایی شناختی ما رو تحت تاثیر قرار بده. وقتی که ما از اینترنت استفاده میکنیم به طور مداوم در حال دریافت اطلاعات جدید هستیم. اینترنت با تمامی اطلاعات امکانات مغز ما رو در حالت پردازش سریع و چند وظیفه‌ای قرار میده. در حقیقت مغز ما رو بمبارون میکنه. اما یه جای مشکل به وجود میاد. مغز ما به طور طبیعی برای انجام چند کار به صورت همزمان طراحی نشده. اینترنت و فناوری‌های دیجیتال باعث میشن ما به طور مداوم بین وظایف مختلف جابجا بشیم بدون اینکه مغز فرصت کافی برای تمرکز روی یک کار مشخص رو داشته باشه. این حالت ممکنه توانایی ما در تمرکز طولانی مدت و انجام کارهای عمیق‌تر رو کاهش بده و کم بکنه. یکی از پیامدهای اصلی استفاده مداوم از اینترنت کاهش حافظه است. چرا؟ چون مغز ما میدونه که میتونه هر لحظه به اینترنت دسترسی داشته باشه و اطلاعات مورد نیاز خودش رو جستجو کنه. بنابراین به جایی که اطلاعات رو به طور فعال به خاطر بسپره و در حافظه طولانی مدت نگه داره، بیشتر به قابلیت جستجوی اینترنت تکیه میکنه. این پدیده رو بهش میگن گوگل افکت که در ویدیوهای بعدی در موردش توضیح میدم. به عبارت ساده تر، ما کمتر از گذشته تلاش میکنیم تا اطلاعات رو حفظ کنیم، چون میدونیم که همیشه میتونیم اونها رو آنلاین پیدا کنیم و همیشه در دسترسمون هستن. بخش دوم تأثیرات روانی اینترنت رو میخوام بگم خدمتتون. استفاده زیاد از اینترنت نه تنها روی عملکردهای شناختی ما اثر میگذاره، باعث اثرات عمیقی بر روان ما نیز میشه. شاید شما می احساس رو تجربه کرده باشید که بعد از ساعتها گشت و گذار در اینترنت احساس خستگی و ناتوانی میکنید. تحقیقات نشون دادن که استفاده نادرست از اینترنت میتونه به مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب اجتماعی و حتی انزوای اجتماعی تبدیل بشه. به ویژه شبکه‌های اجتماعی که به طور مداوم ما رو در معرض مقایسه با دیگران قرار میده. اینا میتونن تأثیرات منفی بر سلامت روان ما داشته باشن. ما مدام در حال بررسی تعداد لایک ها، بازدید پست‌های خود هستیم و این موضوع میتونه به نوعی وابستگی و استرس منجر بشه خودش. بخش سوم در مورد سیستم پاداش مغز و دوپامین صحبت میکنه در این مقاله. یکی دیگه از موضوعاتی که این مقاله در موردش صحبت کرده این موضوع بالا هست: سیستم پاداش مغز. ببینید مغز ما به گونه‌ای طراحی شده که وقتی کاری لذت بخش انجام میدیم ماده‌ای به نام دوپامین ترشح میکنه. دوپامین همون ماده‌ای که باعث میشه ما احساس خوشی و خوبی داشته باشیم و به انجام اون کار ادامه بدیم. اینترنت به خصوص شبکه‌های اجتماعی به نوعی میتونن این سیستم پاداش مغز ما رو بیش از حد تحریک کنن و فعال کنن. هر باری که این نوتیفیکیشن جدید دریافت میکنیم یا یه لایک یا یه کامنتی روی پست‌های خودمون میبینیم، مغز ما دوپامین بیشتری ترشح میکنه و این حس رو به ما میده که باید بیشتر از این پلتفرم استفاده کنیم. به مرور زمان ما به این حالت معتاد میشیم
و نمیتونیم از اینترنت دور بمونیم. مقاله بعدی که عنوانش Neurobiological Underpinning of Problematic Internet Use یا PIU هست. دانشمندان اومدن بررسی کردن که چگونه اینترنت میتونه مثل مواد مخدر بر مغز تأثیر بگذاره. در این تحقیق نشون داده شده که برخی افراد به شدت به تعاملات آنلاین وابسته میشن و این وابستگی به همون اندازه میتونه زیانبار باشه که اعتیاد به مواد مخدر یا حتی قمار. در بخش دیگری از این مقاله اعتیاد به اینترنت و قشر پیشانی مغز رو، قسمت فرونتال مغز رو بررسی کرده. یکی از مهمترین بخش‌های مغز که تحت تاثیر استفاده نادرست از اینترنت قرار میگیره قشر پیشانی مغزه. این بخش از مغز مسئولیت‌های مهمی به عهده داره. مثل چی؟ مثل تصمیم گیری، کنترل رفتار و برنامه ریزی. وقتی که کار اینها مختل بشه ما دچار مشکل میشیم. استفاده بیش از حد از اینترنت به ویژه انجام چند تا کار به صورت همزمان میتونه عملکرد این بخش از مغز رو مختل بکنه. تحقیقات نشون دادن افرادی که به اینترنت وابسته هستن دچار کاهش ماده خاکستری در این بخش از مغز میشن. ماده خاکستری مهمترین قسمت از مغز برای فعالیت‌های عالی است. این کاهش ماده خاکستری میتونه منجر به تصمیم گیری غیر منطقی، ناتوانی در کنترل رفتارهای آنلاین بشه. به عبارت ساده تر، این افراد ممکنه نتونن زمانی رو که آنلاین میگذرونن مدیریت کنن و حتی وقتی متوجه میشن که استفاده بیش از حد از اینترنت به ضرر اوناست بازم قادر به ترک اون نیستن. در بخش پنجم یا آیا اینترنت، اعتیاد به اینترنت اختلالی جدیده یا نه؟ در سالهای اخیر بحث زیادی درباره این موضوع به وجود اومده که آیا استفاده نادرست از اینترنت به عنوان یک اختلال مستقل باید در نظر گرفته بشه یا خیر. در حال حاضر برخی از روانشناسان و محققان این موضوع رو به عنوان نوعی اختلال وابستگی بررسی میکنند، شبیه به اعتیاد به الکل، مواد مخدر و بقیه اعتیادها. اما هنوز توافق کاملی در این باره وجود نداره. برخی دانشمندان معتقدند که استفاده نادرست از اینترنت فقط یک نشانه از مشکلات روانی دیگر است. خودش به عنوان یک علامت است، نه به عنوان یک بیماری جداگانه و به خودی خود یک اختلال مستقل نیست. با این حال شواهد علمی روز به روز بیشتر نشون میده که اینترنت میتونه به نوعی وابستگی شدید منجر بشه و میتونه خودش باعث اعتیادی جداگانه بشه که نیاز به درمان و مراقبت هست و حتی پیشگیری. راهکارهای برای مدیریت استفاده از اینترنت چیا هست؟ حالا که تاثیرات منفی استفاده بیش از حد اینترنت رو خدمتتون عرض کردم، شاید این سوال برای شما پیش بیاد که چطور میتونم استفاده خودم رو از اینترنت مدیریت کنم. چند تا راهکار ساده برای کاهش وابستگی به اینترنت رو خدمتتون ارائه میدم. زمانبندی استفاده از اینترنت اولینش هست. تعیین زمان مشخص برای استفاده از اینترنت و عدم استفاده بی‌رویه از اون میتونه به ما کمک کنه تا تعادل بیشتری در زندگی دیجیتال خودمون ایجاد بکنیم. دومین کاری که میتونیم بکنیم انجام فعالیت‌های جایگزینه. به جای گذروندن وقت آنلاین میتونیم فعالیت‌های آفلاینی رو مثل مطالعه، ورزش یا وقت گذروندن با خانواده و دوستان رو تو برنامه‌های روزانه خود قرار بدیم. سومیش استفاده آگاهانه از شبکه‌های اجتماعیه. به جای استفاده بی هدف از شبکه‌های اجتماعی میتونیم محتوای مفید و ارزشمندی رو دنبال کنین و زمان خود رو محدود کنین برای تحقیق در اون مورد. مورد بعدی فاصله گیری دوره‌ای از دستگاه دیجیتاله. گاهی اوقات لازمه که به طور کامل از اینترنت و دستگاه دیجیتال فاصله بگیریم تا به مغز و بدن خودمون استراحتی رو بدیم. در کل ما تو این ویدیو درباره تأثیرات اینترنت بر مغز صحبت کردیم و بررسی 2 مقاله علمی رو انجام دادیم که نشون دادن چگونه استفاده نادرست از اینترنت میتونه مغز رو تغییر ده و حتی به اعتیاد منجر بشه. امیدوارم این اطلاعات به شما کمک کنه تا استفاده خود از اینترنت رو بهتر مدیریت کنید و زندگی دیجیتال سالمتری داشته باشید.
اگه سوال یا نظری دارین حتما در بخش کامنت ها مطرح بکنین. سعی میکنم در حد امکان تحقیق کنم و خدمتون جواب بدم. من اطلاعات 2 مقاله رو در قسمت کامنت ها برای دوستان گرامی میگذارم که اگر نیاز به مطالعه بیشتر دارن به این رفرنس ها مراجعه کنن. در پایان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.